در دوشنبه تلاش دارند مشکلات کمبودی منزل را از راه تخریب بناهای کهنه و بنیاد منزل‌های بسیار آشیانه حل کنند. طبق نقشه گنرالی در شرق پایتخت در سالهای نزدیک بناهای 2، 3 و یا 4 آشیانه تقریباً از بین خواهند رفت. ولی بسیاری از متخصصان زلزله شناسی تاجیک مخالف ساختمان بناهای بلند آشیانه در پایتخت تاجیکستان هستند. منطقه‌ای هستند که اینجا به مال سفید خاک است. من همین جایی که ما است اینستیتوت گئولوژی است، این سفید خاک است، لوس میگن. از نقطه نظر سیسمیکی بینات است خطرناک است. من در بالای همین لوسو خاک‌های لوسی یا سفید خاک میگیم. من ساختن بناهای عظیم بلند از اون جمله بلند ممکن نیست تماما. با گفته این دانشمندان شرکت‌های ساختمانی و مقامات شهرداری برای بنیاد چنین بناهای بسیار طبقه با زلزله شناسان مشورت نکردند. همچنین در نقشه نو عادی‌ترین معیارهای شهرسازی صرف نظر شدند و بناها به همدیگر خیلی زیچند. دانشمندان هشدار می‌دهند که در چنین حالت اگر زلزله شدید رخ دهد نجات دهندگان نمی‌توانند به کمک ساکنان برسند. بنیاد بسیار شده ایستادند، لیکن نمی‌دانم از نقطه نظر توباوری با زمین جنبی و یا چخیل هستند چگونه هستند. دوره سوز فرمان استالین بود که در دوشنبه شروع دوشنبه خطرناکی زمین جنبی به حساب گرفته. استالین فرمان داد که در این منطقه از 4 آشیانه بلندتر بنا ساختن ناممکن است چون که خطر کلان دارد. تا کنون چنین حالت‌ها ثبت نشده است. آخرین زمین لرزه در تاجیکستان روز 29 اکتبر رخ داد که مرکز آن در شرق ازبکستان بود، ولی در شهر دوشنبه جنبش آن زیاد احساس شد. اما مقامداران به این اندیشه ها راضی نیستند. این حرکت کردیم که همون کمبودی که حاضر برآمدن و کمبودی برطرف کردن، برای اینکه ما با همین سال هم قانون اویدی به خاطر سیسمیکی برآمدگی حاضر ما هم در دایره همین قانون هم فعالیت برسیدیم. حالا اکثر ساختمان‌های سال‌های 20 و 40 عصر گذشته در شهر دوشنبه تخریب شدند. تاریخ شناسان بر این نظرند که بناهای مذکور برای کشور اهمیت زیادی تاریخی و فرهنگی دارند، ولی مقامات این نقطه نظر را نمیپذیرند و میخواهند پایتخت تاجیکستان سیمای زمانوی کسب کند.